بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من 48 سؤالا في الصيام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب 48 سوال عایده روزه از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین، الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس ما آغاز می‌یابد تحت سوال 13. می‌فرمایند که شاب استمنى في رمضان جاهلا بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته فما الحكم؟ يعني جوان استمنى يعني که مشغول عملی انانیزم می باشد، یعنی ویم آبی منشه به دست میبرند. گویم فهمیدید؟ در ماه رمضان جاهلا بانه یفطر، جاهل است که این روزش میشکند. یک جوان استمنا میکند در ماه رمضان، جاهل است که این کار، این عمل روزش میشکند. و فی حالت غلبت علیه شهوته، در حالتی که شهوت او غالب می آید چیکار میکنه؟ برای سبو کردن خودش استمنا میکنه. فما الحکم؟ حکمش چیست؟ شیخ میفرماید که الحکم انه لا شیء علیه، حکمش این است که یگون باکی ندارد، یعنی یگون چیز بر او لازم نمی آید. چرا؟ لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم الا بثلاثه شروط. ما در درس‌های گذشته گفتیم که روزدار نمیشکنند مگر به 3 شرط. یکم العلم، دانستنش در کار، الذکر دویم به خاطرش باشد، سوم الاراده به خواست خودش باشد. ولكن اقول انه يجب على الانسان ان يصبر عن الاستنماء، ولی من گفتنی هستم که واجب است بر انسان باید که صبر کند از چیکار کردن، از این کار کردن. لانه حرام، چون که این عمل حرام است. لقوله تعالی، بنابر قول الله تعالی میفرماید که والذین هم لفروجهم حافظون، آن کسانی که اندامهای نهانی خود را محافظت میکنند، الا علی ازواجهم، مگر به همسران خود، او ما ملکت ایمانهم، یا که به همون چوری زنهایی که در زیر دستشان هستند، فانهم غیر ملومین، یعنی در اینها صرف کردن شهوت یگون ملامت نیست. فمن ابتغى وراء ذلك، کسی پس از این، یعنی که غیر از ازواج خود یا که غیر از اون مالکای خود، یعنی چیکار کند؟ در دیگر جا جستجو کند، صرف کند. چرا؟ شهوت خود را. فاولئک هم العادون، اینها تجاوزکارانند. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، و چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ای جوانان، کسی که از شما خانه‌دار شدنی تواند خانه‌دار شود، عائله دار شود. فانه اغض للبصر، این یعنی که دیدش به پایان می‌فراند. و احسن للفرج، اندام نهانش از زنا و از این کارهای بی معنی نگه می‌دارد. و من لم یستطع، و کسی که نتواند زن گرفتن، فعلیه بالصوم، روزه گیرد. گفتن حدیث بخاری مسلم روایت کرد. ولو كان الاستمناء جائزا لارشد الیه النبي صلی الله علیه و آله و سلم، اگر یعنی استمناء جائز می بود، اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به این عمل ارشاد می فرمود، راهنمایی میکرد، تکلیف میکرد. لانه ایسر علی المکلف، زیرا که از همه آسان‌تر است بر شخصی بالغ و عاقل مسلمان. این آسان‌تر است، یعنی کسی زنگیری نمیتوند استنما کنند. میگفتن
فهمیده؟ ولأن یعنی روزه گرفتن این سبکتره. ولأن الانسان یجد فيه متعه، چون که در این هم انسان یک راحت میبیند، بخلاف الصوم، برعکس روزه، ففيه مشقه، در روزه مشقت است. فلما عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصوم دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عدول کرد، یعنی گذشت، بر روزه گیرید گفتن گذشت، این دلالت میکند که استمناء جایز نبوده است. سوال 14: ما حکم الصوم مع ترک الصلاة فی رمضان؟ حکم روزه در برابر ترک نماز کردن در ماه رمضان چیست؟ یک کسی که روزه میگیرد و نماز نمیخواند. شیخ میفرماید که ان الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه. اون کسی که روزه میگیرد و نماز نمیخواند روزش فایده نمیبخشد. ولا يقبل منه، از او قبول هم نمیشود. ولا تبرأ به ذمته، به این یعنی که از عهده برا نمیشد، از عهده او از مسئولیت خلاص نمیشد. بل انه لیس مطالبا به ما دام لا یصلی، بلکه میگوید از او روزه گیر گفته طلبم کردن نمیشود تا اونده میکی و نماز نمیخواند. لأن الذي لا يصلي مثل اليهود والنصراني، چون که اون کسی که نماز نمیخواند مانند یهود و نصرانی است. فما رأيكم أن نراه يهوديا أو نصرانيا صام وهو على دينه فهل يقبل منه؟ شما چی رأی دارید؟ یک یهودی یا که یک نصرانی که روزه میگیرد لیکن در دین خودش هسته، آیا از او قبول میشود؟ لا، قبول نمیشد. اذا نقول لهذا الشخص، بنابراین ما میگویم برای همین شخصی که روزه میگرفته و نماز نمیخوانده، تب الی الله، توبه کن به سوی الله. توبه به چی میشود؟ به صلاتی و صوم، به نماز خواندن و روزه بگیر. و من تاب تاب الله علیه، کسی توبه کند الله توبهش میبخشد. سؤال 15: يقول بعض الناس إن الأشهر جميعا لا يعرف دخولها كلها وخروجها بالرؤية. یعنی بعضی مردم میگفتند که ماها همه ماها یعنی که در اومدنشون همشه و بر اومدنشون به دیدن شناخته نمیشه، دانسته نمیشه، و بالتالي فإن المفروض إكمال عدة شعبان 30 وكذا عدة رمضان. وما حكم الشرع في مثل هذا القول؟ بس یعنی که وہ فرض کردیم که مثال گیریم مکمل کردنی ماه شعبان رو 30 روز یا که روزهای رمضان هم، یعنی حکم شریعت در این مسئله چیست؟ مثلا بعضی آدم‌ها میگویند که مثال گیریم یعنی که ماه دیده نمیشود. شیخ میفرماید که هذا القول من جهة ان الاشهر الجميع لا يعرف دخولها كلها وخروجها بالرؤية ليس بصحيح. یعنی این گپی که یک جهت که مثال گیریم ماها همش دانسته نمیشود، در اومدنشون و بر اومدنشون به دیدن دانسته نمیشود، این درست نیست. بل ان رؤیت جمیع اهله الشهور ممکنه، بلکه دیدن همه ماها ممکن است. و ممکن نباشد چرا؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که اذا رأیتموه، وقتی که ببینید، فصوموا، روزه بگیرید، و اذا رأیتموه فافطروا، وقتی که ببینید افطار کنید، روزه بخورید. برای چی بیان کرده؟ حدیث بخاری مسلم روایت کرده. ولا يعلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا على امر مستحيل. هیچ وقت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیق نمیکنه یک چیزی را که در اساس یک کاری ناممکن و ناممکن باشه. بس چرا پیغمبر میگه که ببینید گفته است. و اذا امکن رؤیت هلال شهر رمضان فانه يمكن رؤیت هلال غیره من الشهور. وقتی که ممکن باشه دیدن ماه یعنی که ماه رمضان ممکن بود از دیدن ماه غیر رمضان را از دیگر ماه. و اما الفقره الثانیه، اما باندی دویم که در سؤال آمده است که وهي ان المفروض اكمال عده شعبان 30 وكذلك عده رمضان، یعنی که با این معنایی که این که تصور این که مثال گیریم مکمل میکنن شماره های ماه شعبان 30 روزش میکنن و همچنین شماره های رمضان، فصح این درسته. انه اذا غم، این و در حالتی که غم علینا، یعنی که وقتی که هوا چی میشد نامعلوم میشود
ولم نرى الهلال ماه دیده نمیتوانیم، بل کان محتجبا ماه پرده پوش شدگی است، او قطر یا که چی شدگی چنگ هوا چنگ خستگی ماه نمیتوبد و مانند اینها. فإننا نكمل عدة شعبان 30 ثم نصوم. ما چیکار میکنیم؟ ماه شعبان همچون 30 روز حساب میکنیم کامل کرده، بعد از آن روزه میگیریم. و نکمل عدة رمضان 30 و چیکار میکنیم؟ مکمل میکنیم چی؟ شماره های رمضان 30 روز میکنیم، ثم نفطر، بعد از آن افطار میکنیم. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدیث از پیغمبر صلی الله علیه وسلم چنین آمده است انه قال که او فرمود صوموا لرؤیته، و دیدن ماه روزه گیرید، و افطروا لرؤیته، و با دیدن ماه افطار کنید. فإن غم علیکم، اگر به شما یعنی که هوا نتازه شود، یعنی که غبار گیرد، یا که مثال بگیریم هوا پرده پوش باشد، فعدوا 30 یوما، یعنی عدی ماهی شعبان 30 روز حساب کنید. و فی حدیث آخر، در دیگه حدیث اومده است که فاکملوا العدة 30، یعنی که عدد رو به 30 رسانید. بخاری مسلم روایت کرده است. وعلى هذا فإذا كانت ليلة 30 من شعبان وتراءى الناس الهلال، برای خاطر این است که در شب 30 شعبان مردم یعنی که تلاش کنن که ماه دیدن خواستن ولم یره دیدن نتوانستن، فإنهم یکملون شعبان 30 یوما، یعنی که همین مردم چیکار میکنن؟ ماه شعبان همچون 30 روز حساب میکنند. و اذا كانت ليلة 30 من رمضان فتراءى الناس الهلال ولم رأوهم، اگر میگود شب 30 میگود 30 رمضان، یعنی مردم برآمده ماه دیدنی شوند، اگر فلم یره نبینن، فانهم یکملون عدة شعبان عدة رمضان 30 یوما، یعنی شماری رمضان هم برده به 30 روز میرسانند. نکتفی. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.